سلام عرض میکنم خدمتتون. توی این ویدیو قراره راجع به ساختار یک مقاله علمی یا ساختار یک تز تحصیلات تکمیلی صحبت بکنیم. اولین قسمتی که در یک مقاله علمی یا تز تحصیلات تکمیلی باش مواجه میشیم قسمت ابسترکت یا چکیده است. چکیده در واقع نمای کار شماست یا تبلیغی برای کار شما. معمولا چکیده خلاصه کوتاه و فشرده از محتوای مقاله یا تز که در واقع کمک کننده است برای اینکه آیا اون کار برای خواننده مفیده یا نه. این بخش باید بدون نیاز به مراجعه به متن اصلی اطلاعات کلیدی رو بتونه منتقل بکنه. حالا بریم ببینیم که ساختار چکیده‌های علمی به چه صورت است. اولین مطلبی که باید در یک چکیده لحاظ بشه بحث مقدمه و زمینه انجام کاره. تو این بخش موضوع کلی مقاله یا تز، اهمیتش و مشکل یا شکاف موجود در لیترچر معرفی میشه. هدف این بخش در واقع جلب توجه خواننده و توجیه لزوم انجام اون تحقیقه. مثلا فرض کنید اینجا یک نمونه جمله برای قسمت مقدمه یا ضمیمه در قسمت ابسترکت آورده شده. آلودگی‌های پلاستیک به عنوان یک مسئله حیاتی در بحث محیط زیست مطرحه. نکته‌ای که وجود داره باید در این قسمت از جملات کلی پرهیز بکنید و به صورت مستقیم به مسئله اصلی اشاره بکنید و اینکه نباید طولانی یا مبهم باشه، در حد یک جمله یا حد اکثر 2 جمله باشه. دومین قسمتی که باید در ابسترکت آورده باشه هدف پژوهشه و این بخش در واقع میگه که این تحقیق دقیقاً به دنبال چی هست. مثلا میگیم که توی این تحقیق هدف برآورد خواص مکانیکی و رفتار تخریبی ظروف تخریب پذیر زیست تخریب پذیره که از باگاز ساخته شده. نکته‌ای که وجود داره اینه که حتما باید توی این قسمت از افعال قوی و هدفمند استفاده بشه، مثلا evaluate، مثل determine و مثل investigate، و هدف هم باید روشن، قابل اندازه‌گیری و مرتبط با مشکل مطرح شده باشه. سومین بخشی که توی ابسترکت باید آورده باشه بخش متدولوژی. به طور خلاصه روش‌های کلیدی پژوهش باید ذکر بشه. البته جزئیات نباید اضافه بشه. یه در واقع کلی‌گویی می‌کنیم شامل طراحی آزمایش، شرایط عملیاتی، ابزارهای تحلیلی و پارامترهای کلیدی. مثلا یه نمونه اگر که بخوایم برای این قسمت بیاریم میتونیم بگیم که ظروف زیست تخریب پذیر با استفاده از گرمایش عمومی در رنج ولتاژهای بین 40 تا 100 ساخته میشن و خواص مکانیکیشون، تخریب پذیریشون و خواص اگرونومیشون بررسی میشه. توی این قسمت باید از افعال مجهول استفاده بشه و نباید جداول، نمودار یا اعداد دقیق زیادی در این بخش گنجونده بشه. فقط گفتن مقادیر کلیدی کافیه. و چهارمین قسمت در یک ابسترکت بحث یافته‌های اصلی اون کارتونه. مهمترین نتایج کمی و کیفی تحقیق در این بخش معرفی میشه و این بخش در واقع پاسخیه به اینکه چه چیزی در این کار پیدا شد. نتایج نشون میده که ظرفایی که در 80 درجه تریت شده بهترین خواص مقاومتی رو داره و در عرض 60 روز هم تخریب میشن در خارج. توی این قسمت باید از داده‌های عددی استفاده بشه و باید مستقیما این داده‌ها به هدف تحقیق مرتبط بشه. آخرین بخشی هم که در یک ابسترکت باید آورده بشه بحث نتیجه گیری و اهمیت. نتیجه گیری کلی از پژوهش همراه با اهمیت علمی، کاربردی یا صنعتیش ارائه میشه. پاسخ به این سواله که در واقع چرا نتایج مهم هستن. مثلا به عنوان مثال برای کارمون میگیم که این کار ما در واقع پتانسیل گرمایش عمومی به عنوان یک روش انرژی افیشنت برای تولید پادهای یا ظروف مورد استفاده در کشاورزی از آیات کشاورزی رو نشون میده
و در این قسمت باید از اظهار نظرهای قطعی یا تبلیغاتی پرهیز بشه، مثل اینکه این روش ما بهترین روشیه که تا کنون وجود داشته و باید نشون داده بشه که پژوهش شما چه ارزشی برای حوزه علمی داره. معمولا طول چکیده یه چیزی معادل 150 تا 250 کلمه است مطابق دستورالعمل مقصد شما. نکته دیگه این که هیچ ارجاعی یا سایتیشن معمولا در چکیده نباید باشه و نکته بعدی این که اختصارات یا ابریویشن ها در چکیده نباید وجود داشته باشه و رسمی، بی‌طرف، دقیق و بدون قضاوت شخصی باشه و برای زمان فعل هم معمولا گذشته ساده و بعضی وقتها هم حال ساده و بیشتر هم گذشته به صورت پسیو، به صورت مجهول مورد استفاده قرار میگیریم. نکاتی هم که وجود داره به صورت بولت پوینت من اینجا براتون آوردم. ابسترکت نه مقدمه است نه نتیجه گیری، بنابراین از آوردن اطلاعات پیش زمینه گسترده، مرور ادبیات مفصل یا بحث و تفسیر طولانی نتایج باید پرهیز بشه. همونطور که قبلا هم اشاره کردم نباید مرجع یا رفرنسی در چکیده آورده بشه. ابریویشن نباید استفاده بشه، اگر که استفاده کرده حتما باید در پرانتز قید بشه که اون ابریویشن منظور چیه. ادعاهای گزاف نباید داشته باشید. برای اولین بار این یک روش انقلابی کاملا جدیده، غیر از موارد خاص، یعنی پشتوانه قوی لازم داره برای اینکه این ادعاهای گزاف رو استفاده کنید. معمولا در پایان ابسترکت کلید واژه‌ها یا کیورد ها آورده میشه، 4 تا 6 تا کلمه یا عبارت کلیدی که مرتبط با اون کارتون آورده میشه که در واقع در موتورهای جستجو بتونه اینها سرچ بشه و به کار شما ارجاع داده بشه. محتوای چکیده باید دقیقاً انعکاس دهنده محتوای کار شما باشه و اگر که مطلبی در کار شما نیومده نباید در چکیده هم ذکر بشه و همیشه هم دستورالعمل مقصدتون رو رعایت بکنید. باید به صورت مستقل باشه، یعنی به تنهایی و بدون نیاز به خوندن مقاله قابل درک باشه. طول کلماتش هم که مشخصه، معمولا یه چیزی بین 150 تا 200 تا بسته به مجله و کنفرانسی که قرار اون رو بفرستید. بعضا تا 300 کلمه هم بعضی جاها قبول میکنن. شفاف و دقیق باشه، از جملات مبهم استفاده نشه، جملات ساده باشه، مستقیم و بدون ابهام. به صورت اینفورماتیو باشه، یعنی جوهره اصلی تحقیق رو منتقل کنه و وعده و وعید الکی نده. به صورت ساختارمند باشه. این ساختاری که اینجا مشاهده میکنید همین موردی بود که خدمتتون عرض کردم که به چه صورت باشه.